حالتون چطوره؟ چه خبرات؟ چیکارو میکنید؟ بچه امروز اومدیم 117 لول 1 کنیم. من یه ویدیو گرفتم، بعد اکتیویژن دوباره خسیس بازی در آورد. بعدش بهمون کم این کارتی آپگرید داد. 70 تا جمع کردم، من دوباره شارژ کردم بریم این ادامهشو بزنیم. این باندله رو خریدم، جدید اومده بود. سیگارشو بهتون نشون بدم. سی پی امروز واسه من اومد. کدوم گانه بود؟ این یکی اینو گرفتم، باندل این توش 320 سی پی بود. یکی هم اسپلای پس بود که هر جفتشو خریدم دیگه راحت باشیم دیگه بریم حتمی بگیریم 117 لول 1 و گنگ. بچه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو خیلی کم حمایت میکنی. الان ما 58 تا سابسکرایب بودیم و الان شدیم 56 تا، یعنی من فعالیت میکنم بعدتر کمتر میشم. لطفا حمایت کنید که منم انگیزه بگیرم بیام برای شما ویدیوی بیشتر و خفن‌تری درست کنم. خودتون میدونین دیگه، من هر ویدیو دارم سی پی میگیرم و میام براتون بررسی میکنم و هی ویدیو جدید رو میبینیم 117 چی داره. بگذریم اینا رو. بچه من کیلورم فول کردم، اگه میخوایم یه بررسی گردونم بریم. یه بررسی گردونه بریم. البته گردونه قدیمیه، یعنی به درد منظورم که قدیمیه، زیاد چیز نی، جدید نی که بخوام بررسیش کنم. یه خودتون آشنایی دارین با این گردونه دیگه. ما آیتماشو سریع میزنم بره. این اسکینش به شدت خفنه، من اینو خیلی دوست دارم. و یه دونم کوکتل مولوتوف لژندری داره داداشم. بزنید تو کله اکتیویژن خسیس. و من بسیار پیشنهادش میکنم با یه اتچمنت خوب، یعنی خفن، یعنی تو بتل میترکونه. بهتون اونم نشون البته توی یکی ویدیو گرفتم که اونم به زودی میذارمش. و اکتیویژن اینجا خسیس بازی در نیاورد، این آر پی دیشو بهمون داد و خوبه دیگه، ما راضیم، کم و بیش راضیم. خب بریم سراغ لول 1 کردن. من میگم بریم از خود گردونه کیلومتریک کارت متیکا رو بگیریم. اکتیویژن میخوایی چیکار کنی با همون؟ یه 80 تایی بده. بسم الله الرحمن الرحیم. 20 تا خوبه، راضیم. یه 20 تا دیگه بده. یه چی باید بده یعنی؟ وای 10 تایی داره منو میترسونه. ما اومدیم حتمی بگیریم. فقط سی پی زیاد نگیر از ما دیگه. اکتیویژن سی پی از ما نگیر زیاد. خب بچه‌ها تموم شد، بریم آپگرید رو انجام بدیم. 124 هم اضافه موند داداشم. وای نگو که اینه. ببینم یه دونه کم داری؟ نه اوکی. ترسیدم، وحشت کردم. خب بریم یه بررسی کنیم ببینیم 117 چی میده. لول 1 خدایی رخ گانو عوض میکنه. رخ گان گاد میشه به شدت، مخصوصا اینش خدایی یه چیز دیگه میشه. و خداست این مدلش، خداست. و داداشم بسیار عالی. خب بریم برای لول 1 کردن. داداشم لول 1 شد. بسیار عالی. راضی و شادخیاری. اسکرین بگیریم. خب 117 لول 1 شد. بریم بچینیمش. چرا اینو نداد؟ آها باز شد. ترسیدم. خب هم رخشو عوض کنیم دیگه. یه رخ گاد بهش اضافه کنیم.
چقدر خوشگل شد. بنازم. بسیار عالی داداشم. بچه 117 لول 1 شد. آها اینو دوست دارم، اون گنده. خب طبق معمول یه 124 تا سی پی مونده و ما هم میریم شکار گردونه های کالاف. خب بسم الله الرحمن. 50 تا سی پی نمیدم. 50 تا سی پی اکتیویژن. خب 30 تا سی پی میارم. 30 تا سی پی رو میدیم. بچه نظرتون چیه 2 تا 50 تا 2 تا لژندی بدیم؟ میده یعنی گانو؟ بریم یه تست بزنیم دیگه، چون این 2 تا گان لژندی احتمالش بیشتره. ما اومدیم واسه گان لژند، اسکین نمیخوام، لژند میخوام. خب ببینیم سفیدی ما چقدره. ببینیم گانو بده دیگه. کیشوناینو بده. ممنون. آشغال گوش داد بهمون. آشغال داد و ما عادت داریم به این قضیه. ببین اینم بزنم. گانو بده خدایی 80 سی پی بین کامنت ها میدم. بچه ها 80 سی پی که بود قضیهش قبلیه. نگی من پیچوندم، گفتم به 65 تا ساب رسیدیم قرعه کشی میکنم میدم، ولی شما هی داری کمتر سابو کم میکنین. منم چی بگم. باز دمه اونایی که حمایت میکنن گرم. ببینیم چی میده دیگه. یه باگ بزنم ببینیم. اینجوری کنیم. اینجوری. خب سی پی مونو میده. 50 سی پی مونو بده. نمیخواست چیزی بده دیگه. نمیخواست. میخوایم بریم اینجا یه دونه اینو امتحان کنیم. 1 2 3 4 5 6 7. میارز یا نمیارز؟ نمیارز. به درد نمیخوره. به درد ما نمیخوره. خب بریم چیو بزنیم. بریم اونی که به دردمون. وای اسکین اینو من خیلی میخوام. اسکین اینو. وای خوشگل بلا. اسکینو بده. اسکینو میخوام. اسکینو بده خدایا. ای بابا بد شانسی تا کی. ای خدا فشار چیه؟ من میخوام سی پی رو خرج کنم. نمیخوام سی پی رو اکام بمونه. 120 اینجا هم که فوله دیگه. خب بریم ببینیم اینجا چیزی داره. اکتیویژن سی پی ما رو که همه رو خوردی. آخرش هم بخوردی. البته سی پی رو. خب اینجا چیزی نداره. کجا رو بزنیم؟ گردونه نمون که. دیگه خسیس بازی 94. خب بریم یه جا اینجا بزنیم ببینیم اسکین داره. اسکین ببینم. اینا هم باحاله. بریم بزنیم. دور اول چی میده؟ بیلاخ طلایی. دور دوم 2 تا بیلاخ طلایی. دور سوم هم که چی به درد نمیخوره. این گانش بهتره. اینو بزنیم. اکتیویژن نمیه. خدا چی بگم من به تو.
بچه‌ها مرسی ویدیو رو تماشا کردیم. دیدین که طبق معمول بد شانسی نمیدونیم اکتیویژن کی میخواد به ما یه گان لجن بده. دوره 1-2. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. بچه‌ها حمایت کنین دیگه، ناموسن خدایی این همه من ویدیو میذارم ولی شما اصلا حمایت نمیکنین. بعضیاتون که دم بعضیاتون هم میگم که حمایت میکنین، تو کامنت انرژی میدین، تو ذهنم هست که کیان، یعنی در این حد دمتون گرم و مرسی دیگه. خب این Leave me, Johnny.